به نام خلق، به نام مسعود و مریم. اسم خواهر مریم را درست و کامل بگین. مریم رجوی، رئیس جمهور مقاومت ایران. یک بار دیگه اسمشون رو خالی خالی بگی دهن تو یعنی ممکنه دهنتون جراحت پیدا کنه. بله، خواهر مریم این حمله رو محکوم کردن چرا که باعث ایجاد جنگ میشه. جنگ بده. شما میدونی جنگ که میشه آدم ها میمیرن، حتی ممکن اوخ بشن. ما باید به جای جنگ و پرتاب موشک با هم دوست باشیم، به هم گل بدیم، سیانول بدیم، بمب دستی توی خونه هم جاساز کنیم، خشاب خالی کنیم توی شکمشون، یواشکی بزنیم مغزشون بریزه رو آسفالت. داشتین از مهربونی و مخالفت با جنگ میگفتین. بله، به نام خلق، به نام مسعود و مریم. بله، خواهر مریم این حمله رو محکوم کردن و با توجه به تخصصی که در شناسایی سر مار دارن اعلام کردن این حمله نشون داد سر مار جنگی در تهران هست. ایشون خواستار تروریستی اعلام شدن سپاه شدن. واقعا هم باید سپاه جمع بشه تا ما گروه‌های فرهنگی و اجتماعی با خیال راحت تری فعالیت کنیم، بریم توی خیابون گل بدیم، لبخند بزنیم و با لبخند زل بزنیم تو صورت هر کی ریش داره و یک نارنجک متلاشیش کنیم که خودش بپاشه به در و دیوار.